سلام به همه اشتراکچیان لایحه فبرلیک فوراور. امروز من میخواستم که با شما فهمانم چخیل با واسطه خروم به سامانه شخصی فبرلیک و با کابینت شخصی خود وارد شویم. با خروم میدرویم، در پویسکش فبرلیک رو می نویسیم و در اینجا میبراید خود لیچنی کابینت رجیستراسیون کردن، یعنی که با کابینت خود وارد شدن، اعضا شدن، کابینت شخصی. ما یکمش رو می‌داریم خود لیچنی کابینت. خب در اینجا چخیلی که میدونیم شخصانی که در شرکت فبرلیک اعضا شدن لاگین و پرولی خیش رو دارن، یا اینکه لاگین رو رجیستراسیون نمبر نیز میگوین. در یکمش لاگین رو یعنی که رجیستراسیون نمبر و در دومش پرولی خود رو داخل میکنیم و وایتی رو زیر میکنیم. ما با سامانه خود در آمدیم. اگر خواهید که فهمید که این سامانه شخصی خودتان است، در طرف راستی سامانه فبرلیک یک زنکی به مثل آدمچه است، آن رو زیر میکنیم و میبینیم که نام نسب خودمون هست یا اینکه نه. خب از اینجا میتوانیم که کابینت شخصی خودمون رو اداره نماییم. سلامت باشید. با لایحه فبرلیک فوراور بمانید.